رحیم. مهسا ابروش هستم، کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان نفت اهواز. در خدمتتون هستم برای آموزش دستگاه سرنگ پمپ، اینفیوژن پمپ مارک الاریس و مدل جی اچ. دستگاه به این نحوه که دستگاه الاریس شامل یه سری کلیدها هستن و LCD و جایگاهی که سرنگ قرار میگیره، باتری دستگاه و کابل برق دستگاه است. به ترتیب قسمت ها رو براتون توضیح میدم به این صورت که ابتدا این کلمپ رو به سمت پایین فشار میدیم و جایی هم نباشه مثل من الان روی لبه باشه، ممکنه که دستگاه برگرده و این هندل پشت دستگاه رو به سمت پایین فشار میدیم. به این صورت دقیقاً دستگاه سرنگ رو قرار میدیم و این هم پشت دستگاه فیکس میکنیم. مثل دستگاه مدیا نیست که بعد از اینکه قطر سرنگ رو در پارامترش تعیین کردیم خودش پشت سرنگ رو میگیره. ما این رو دستی پشت سرنگ رو قرار میدیم. سعی کنید از سرنگایی که پیستون مشکی هم دارن استفاده بکنید برای کسانی که فشار خون بالا دارن، غلظت دارو زیاده یا رگ‌های بد دارن، اینجوری انسداد کمتری ایجاد میشه. دستگاه رو با این کلید اگه توجه بکنید، دستگاه رو میتونیم خاموش روشن بکنیم. دستگاه با این کلید استاپ میشه، با این کلید استارت میشه و این کلید هم که کابل برق مشخصه که سبز رنگ کابل برق دقیقاً داره برق AC 220 ولت بهش میده و این هم نشانگر باتریه که الان این دستگاه باتریش الان مشخصه که خرابه. در حالت عادی باید باتریش، یا اینکه وقتی که کابل برق رو ما میکشیم باید چراغ باتریش روشن بشه که در هر صورتی برای این روشن نمیشه. کلید آن آفش رو نگه میداریم، دستگاه خودش رو تست میکنه و میاد بالا. بعد از اینکه اومد بالا از ما میپرسه که کانتینیو، یعنی میخوایم که ادامه کار باشه. برای زمانی که رکوع از سروایس میده یس بهتره، برای اینکه از حالت سروایسش به طور موقت خارج بشه، ولی اگر در حالتهای دیگه میتونیم نو رو هم بزنیم. ما اینجا یس رو میزنیم که دیگه آلارم بهمون نده. دستگاه خودش رو تست میکنه. اینجا میگه کلیر ستاپ، چیزایی که قبلا داشتی پاک کنم، میگیم بله و دستگاه به صورت صفر اینجا میاد بالا. اینجا ریتشه که کاملا صفر، ما باید تنظیم کنیم. اینجا میگه که سرنگ رو برای من نوعش رو مشخص کن، تایپش رو مشخص کن. تا زمانی که ما میریم دلو برای این دفعه انای پرو 50 برای سایز 50 و اینجکت 50 پری اینجکت، اینا خیلی خوبه. زمانی که تایپش خوب باشه، نوع سرنگی که انتخاب کردیم در این ستون خوب باشه، کنفرم علامت چشمک زن میاد. ولی مادامی که چیز خوبی انتخاب نکرده باشیم مثل این حالت، کنفرم برای ما نمیاد. الان من تغییرش میدم. الان اینم خوبه، ولی بهترین حالت همون بود که بار اول ما انتخاب کردیم. میریم تا انای پرو 50 از همه بهتره. اینجا ما میخوایم چیکار کنیم؟ میگه آیتم ها رو تنظیم کن. کنفرم رو میزنیم. وقتی کنفرم رو زدیم 3 تا آیتم به ما میده. میگه اجاست، که تنظیم اجاست که اینجا ریت ما هست که با چه ریتی میخواد تزریق بشه. با این علامت های دو فلش میزان سرعتی که ما بالا میبریم خیلی بالاتره. اول از این قسمت های اشاری، بعد میره روی 1 2، بعد 10 تا 10 تا و بعد 100 تا میره بالا. ما روی 200 تقریبا میذاریمش که ریت بالاییه و این همه چی هم میشه. الان میتونیم با اینجوری ببین 290 شد، ولی اگر من با این انجام داده بودم بار اول 100 تا می اومد پایین. 200 میلی در ساعت من ریتم رو تنظیم کردم. والیوم